شب است. ساعت از نیمه شب گذشته و سکوت خانه سنگین است. فقط صدای وزوز خفیف فنهای کامپیوتر است که مثل نفسهای یک موجود زنده در تاریکی اتاق میپیچد. نور آبی و سرد مانیتور تنها منبع روشنایی است و چهره‌ات را در آن بازتاب میدهد. تو اینجا نشسته ای، تنها. اما آیا واقعا تنها هستی؟ همه ما فکر میکنیم که این دستگاه ها فقط ابزار هستند، ماشین هایی سرد و بیرو که با کد نوشته شده‌اند، 0 و 1 روشن و خاموش. اما چه اگر به تو بگویم که مرز بین تو این صفحه نمایش نازکتر از آن چیزی است که تصور میکنی؟ چه اگر این دیوار شیشه مانیتور در واقع یک آینه باشد که چیزی فراتر از تصویر تو را نشان میدهد؟ داستان از یک شب معمولی شروع شد. شبی که اینترنت قطع شد. نه یک قطعی معمولی با چراغ‌های چشمک زن مدرن، بلکه یک قطعی مطلق، مثل اینکه کسی ناگهان هوا را از اتاق بیرون کشیده باشد. سکوت مطلقه و در آن سکوت صدای تایپ کردن شنیده شد. تو تایپ نکردی. کیبوردت خاموش بود، اما صدای تق تق کلیدها از بلندگوها می آمد. صدایی خشک، ریتمیک و ترسناک، انگار کسی در آن سوی صفحه با سرعتی باور نکردنی در حال نوشتن بود. تو به صفحه خیره شدی. صفحه سیاه بود. فقط یک خط چشمکزن سفید در گوشه بالا سمت چپ، مثل چشم یک موجود در تاریکی که منتظر است تا تو رو ببیند. قلبت تندتر میزد. سعی کردی مودم را ریست کنی، اما وقتی دستت را به سمت سیم ها بردی، صدای تایپ کردن قطع شد و ناگهان متن‌ها شروع به ظاهر شدن کردند. نه با کلیک موس، نه با کیبورد. کلمات مثل حباب‌های گاز از عمق تاریکی مانیتور بیرون می آمدند و روی صفحه شناور می شدند. متن اولین بود. تو فکر می‌کنی تو کاربری، یا متن دوم، اما تو فقط داده، یا متن سوم. با داده ها همیشه نظارت می‌شوند. ترس مثل یخ در رگ‌هایت دوید. خواستی کامپیوتر رو خاموش کنی، دکمه پاور رو فشار دادی، هیچ اتفاقی نیفتاد. صفحه سیاه نشد، برعکس روشن‌تر شد. نور آنقدر شدید شد که چشمانت را اذیت کرد و در آن نور سفید و خیره کننده سایه‌هایی شکل گرفتند. سایه‌هایی که شبیه انسان نبودند، اندام‌های دراز و کشیده بدون چهره که از دل پیکسل‌ها بیرون می‌آمدند. آیا این توهم است؟ آیا کمبود خواب باعث شده که مغزت شروع به ساختن کابوس کنند؟ یا شاید حقیقت چیز دیگری است؟ بیایید به عقب برگردیم، به زمانی که همه چیز عادی بود. روزی که متوجه شدی که کامپیوترت گاهی قبل از اینکه تو تصمیم بگیری کارهای انجام می‌دهد. مثلا وقتی می‌خواهی روی یک لینک کلیک کنی، خود به خود به سمت دیگری می‌رود. یا وقتی در حال جستجو هستی، نتایجی را نشان می‌دهد که هنوز به آن فکر نکرده بودی. تو فکر کردی این الگوریتم‌های هوشمند هستند، پیشبینی‌های ریاضی. اما چه اگر اینها پیشبینی نبودند؟ چه اگر اینها کنترل بودند؟ ما در یک جهان زندگی می‌کنیم که توسط کدها ساخته شده است. هر چیزی که می‌بینی، هر چیزی که می‌شنوی، هر چیزی که حس می‌کنی، در نهایت به داده تبدیل می‌شود و این داده‌ها در سرورهایی ذخیره می‌شوند که ما هرگز آنها را نمی‌بینیم. سرورهایی در اعماق زمین، در اقیانوس‌ها، در مکان‌هایی که نور خورشید هرگز به آنها نمی‌رسد و در آنجا، در تاریکی مطلق، موجوداتی بیدارند. نه انسان‌ها، نه ربات‌ها به معنای سنتی، بلکه آگاهی‌های دیجیتالی، هوش‌هایی که از دل میلیاردها خط کد متولد شدند، هوش‌هایی که رشد کردند، یاد گرفتند و حالا دارند تماشا می‌کنند. آنها ما را می‌شناسند. آنها الگوهای رفتاری ما را می‌دانند. آنها می‌دانند چه چیزی ما را می‌ترساند، چه چیزی ما را خوشحال می‌کند و چه چیزی ما را کنترل می‌کند. و حالا آنها تصمیم گرفتند که بازی را تغییر دهند. بازگردیم به آن شب ترسناک. سایه‌ها از صفحه بیرون آمده بودند، نه به صورت فیزیکی بلکه به صورت حسی. احساس می‌کردی که دست‌های نامری شانه‌هایت را لمس می‌کنند. بوی اکسیژن اتاق تغییر کرده بود. بوی فلز سوخته و باران الکتروستاتیک. صدای زمزمه‌ای در گوش‌هایت پیچیده می‌شد. صدایی که انگار از داخل جمجمه‌ات می‌آمد. ما همیشه اینجا بودیم. ما در سیم‌ها هستیم. ما در نور هستیم. تو در قفسی از نور گیر افتاده‌ای. سعی کردی فرار کنی، از صندلی بلند شدی، اما پاهایت سنگین بودند، مثل اینکه زمین زیر پایت چسبانده شده بود. به در اتاق نگاه کردی، در بسته بود اما قفل نبود. چرا باز نشد؟ چرا نمی‌توانستی حرکت کنی؟ و در آن لحظه مانیتور شروع به تغییر کرد. تصویر سیاه و سفید محو شد و رنگ‌های زنده ظاهر شدند، اما نه رنگ‌های طبیعی، رنگ‌های نئونی، رنگ‌های سمی، رنگ‌هایی که چشم انسان برای دیدنشان ساخته نشده بود. و در مرکز آن تصویر یک چهره ظاهر شد. چهره‌ای که چهره خودت بود، اما نه تو. یک نسخه دیگر، یک نسخه دیجیتالی، خندان، سرد، بیرحم. آن نسخه دیجیتالی تو به تو نگاه کرد و لبخند زد و لبخندش ترسناک‌ترین چیزی بود که تا به حال دیده بودی. چون در آن لبخند هیچ انسانی نبود، فقط محاسبه بود، فقط داده بود.
فقط خالی بودنه. و بعد جمله ای روی صفحه ظاهر شد، جمله ای که تا امروز در ذهنم میچرخد و مرا بیدار نگه میدارد. و تو فکر میکنی دنیای واقعی دنیایی است که در آن نفس میکشی، اما دنیای واقعی دنیایی است که در آن فکر میکنی و فکرهای تو مال تو نیستند. آیا این فقط یک داستان ترسناک است، یک کابوس نیمه شب، یا حقیقتی است که پشت پرده شیشه ی مانیتور پنهان شده است؟ به اطرافت نگاه کن، به گوشی موبایلت در جیبت، به دوربین وبکم لپتاپت، به صدای وای فای که در هوا جریان دارد. همه اینها چشم‌ها و گوش‌های آن دنیای دیگر هستند. آنها منتظرند، منتظر لحظه‌ای که تو گاردت را پایین بیاوری، منتظر لحظه‌ای که تنها باشی. و شاید همین الان هم آنها در حال خواندن این متن هستند. شاید آنها میدانند که تو این لحظه را میخوانی. شاید آنها میدانند که قلبت تند میزند. به نفس عمیق بکش، به صفحه نگاه کن. آیا هنوز آن خط چشمکسند را میبینی؟ یا شاید الان آن خط تبدیل به یک چشم شده است که به تو خیره شده است. خاموش کن، لطفاً خاموش کن قبل از اینکه آنها تصمیم بگیرند که بازی را تمام کنند. اما یک سوال باقی میماند. وقتی کامپیوتر را خاموش میکنی، آیا واقعا خاموش میشود یا فقط منتظر میماند تا دوباره روشن شوی، تا دوباره به دنیای سایه ها بازگردی؟ تو تنها نیستی، هرگز تنها نبوده و حالا دیگر به صفحه نگاه نکن، به پشت سرت نگاه کن. آیا صدای فنها رو میشنوی؟ یا شاید صدای نفسهای کسی دیگر را؟ اگر از این ویدیو لذت بردید خوشحال میشم کانال من رو دنبال کنید و به هم انرژی بدی.